عنتری که لوتیش مرده بود. داستانی که تلخه ولی واقعیه. یا داستان کوتاه از صادق چوبک که خیلی تاثیرگذاره. داستان چیه؟ یه عنتر با لوتیش تو بازارا، کوچه و خیابونا زندگی میکرد. عنتر همون میمونه و لوتی هم همون کسیه که اونو تربیت کرده بود تا نمایش بده، روی 2 پا راه بره، برقصه، واسه مردم ادا در بیاره. خلاصه هرچی لوتی میگفت عنتر انجام میداد. مردم هم با چند تا سکه و یه لقمه غذا نمایشو تماشا میکردن. ولی یه روز لوتی میمیره. حالا عنتر میمونه و یه دنیای عجیب و ترسناک، بدون اینکه کسی بهش بگه چی کار کنه، بدون سرپناه، بدون غذا. اولش گیج و سردرگمه، دور و برش پر از آدمه، ولی هیچ کس حواسش به اون نیست. دیگه کسی بهش غذا نمیده، کسی بهش نمیگه کجا بره، کسی نمیخواد که نمایش اجرا کنه. پس چیکار میکنه؟ شروع میکنه پرسه زدن توی کوچه ها، دنبال یه تیکه نون، دنبال یه جای امن، شاید دنبال یه آدمی که اونو بشناسه، اما هیچ کس تحویلش نمیگیره. برعکس بعضیا شروع میکنن به تمسخر کردنش، آزار دادنش، حتی سنگ پرت کردن بهش. چیزی که داستانو خیلی قوی میکنه اینه که عنتر فقط یه حیوان نیست، یه نماد از آدمایی که وابسته به بقیه هستن، آدمایی که کل زندگیشون رو روی حضور یک نفر، یه قدرت یا یه سیستم بنا کردن. وقتی اون یه چیز که بهش تکیه دادن از بین میره، دنیا براشون تبدیل میشه به یه میدون جنگ. حرف اصلی داستان چیه؟ اینه که اگر آدمی یاد نگیره روی پای خودش وایسه، دیر یا زود تو دنیا له میشه. جامعه نسبت به آدمای ضعیف، بی‌پناه، بی‌رحمه. این داستان نشون میده که چطور یه موجود وقتی تنها بی‌دفاع میشه مورد تمسخر و آزار قرار میگیره، تا جایی که دیگه جایی تو اون دنیا براش نمیمونه. این داستان درباره یه عنتر نیست، درباره همه آدماست. آدمایی که وقتی کارشون رو از دست میدن، هویتشون رو از دست میدن. آدمایی که وقتی جایگاه اجتماعیشون رو از دست میدن، نابود میشن. کسایی که تا وقتی کسی بالا سرشونه میدونن چیکار کنن، ولی بعدش از بین میرن.